Sizin saçınızı kurutalım mı artık? Yes, it's coffee time. بچه‌ها امروز روز تمیزکاری خونه است. من صبح زود بیدار شدم که بتونم زودتر خونه رو تمیز کنم و بعد دیگه بشنم سر یه سری از کارام، چون که دیروز از صبح بیرون بودیم و من شب دیر برگشتم. به خاطر همینم دیگه هیچ کدوم از کارم نتونستم انجام بدم. نتونستم روی زبان کار کنم، نتونستم کتاب بخونم و نه یه سری از کارهایی که باید انجام میدادم توی لیست برنامه هم بود. به خاطر همین امروز میخوام که کار تمیز کردن خونه زودتر تموم بشه و بعدش دیگه بشم و کارم انجام بدم. اینجوری یه وقتایی برنامه میریزی ولی یه اتفاق میفته که تو برنامه‌ت نبوده و کلا اون برنامه‌ات به هم میریزه دیگه. هیچ اشکالی نداره. زندگی واقعی اینجوری همیشه با برنامه نمیتونیم پیش بریم. یه خلاصه الان برای خودم یه قهوه ریختم، قهوه بخورم و که بعد بقیه کارا بعدشم یه سری از این کارا انجام بدم. یه سری نوشتنی دارم باید بنویسم، یه چند تا میل دارم باید بزنم و
عصرم دیگه یکم کتاب میخونم و اینا، بعدش هم که پاراسه شام و این است. بچه‌ها از آخر هفته اینجا و اول هفته اونجا سلام. امروز گفتم که بیام بیرون و قدم بزنم تا ساحل. بعد دیگه شامم گفتم زود بخورم که مامانم اینا زنگ زدم باشون حرف زدم و یه ساعتی صحبت کردیم خلاصه این که تا بخوام شام بخورم و اینا. بعد دوباره باد در اومده اینجا مثل همیشه، من اومدم میرون باد در دیگه. بعدش شام بخورم و اینا طول کشید. بعد گفتم که برم نرم، ولش کن نرم و اینا، ولی گفتم حالا بیام ببینم که چطور میشه دیگه، یه ذره حال و هوام عوض شه. بریم که غروب آفتاب رو با هم کنار دریا باشیم. رسیدم ساحل ولی خیلی گرمه، یعنی نمیشه نشست. خواستم بشینم اینجا روی این تخت سنگا ولی بسیار گرمه و با خودم چای آوردم. اول برم یه جا پیدا کنم بشینم چایی بزنم، بعد دیگه یه ذره هوا خنک‌تر شه میام میشینم اینجا. یا خدا اینجا یه چند تا هاپو دارم بازی میکنم. بریم ببینیم میتونیم جا پیدا کنیم. آخر هفته است، خیلی شلوغه. Let's go. نیمکت خالی که فعلا ندیدم، احتمالا میشنم رو چمنان فکر کنم خیسه. بذار دیگه برم جلوتر ببینم میتونم جا گیر بیارم یا نه.
شده ستاره چشمت بزن دوباره شب شده که من کم کم دارم میرم خونه. استانبول زلزله اومد میله کجاست؟ استانبول زلزله اومد میله کجاست؟ میله خونه است. ما هم زدیم بیرون از ترسمون. مگه نه؟ korktum mu sen؟ من خیلی ترسیدم با اینکه خیلی شدتش زیاد نبود ولی طولانی یه خلاصه که الان یکم قدم بزنیم یه دور بزنیم اینا بعد برگردیم خونه دیگه.